بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و خوش آمدگویی خدمت همه شما شرکت کنندگان عزیز در دوره جامع آموزش تجوید قرآن کریم. به شما تبریک میگم که تونستید اولین سطح از 4 سطح آموزش تجوید رو با موفقیت پشت سر بذارید و امیدوارم که خیلی جدی مثل قبل سطح جدید رو شروع کنید و این رو هم انشاءالله با موفقیت پشت سر بذارید. شما در سطح دوم مبحث مخارج حروف رو یاد خواهید گرفت. در واقع اگر بخوایم خیلی ساده و به صورت خلاصه نتیجه‌ای که بعد از یادگیری این فصل به دست میاریم رو براتون بگیم، این میشه که در انتهای این فصل شما یاد میگیرید که هر حرف رو به صورت صحیح تلفظ بکنید. چرا باید یاد بگیریم هر حرفی رو به صورت صحیح تلفظ بکنیم؟ مگر اینجور نیست؟ پاسخ اینه که در بحث مخارج حروف در علم تجوید تلفظ صحیح حروف از مخرج مخصوص اون حرف در نظر گرفته میشه و نکته مهمش اینه که اجرا نکردن صحیح حروف در عربی باعث اشتباه در معانی عبارات میشه. مثلا شما به کلمه غریب نگاه کنید. معنای این کلمه یعنی دور، ولی کلمه قریب به معنای نزدیک هست که در فارسی هر دوی اونها قریب خونده میشه و همینجور هم تلفظ میشه. اما در عربی اینجور نیست. در عربی اولی به صورت غریب و دومی به صورت قریب تلفظ میشه. پس لازم به تذکره که یادگیری تلفظ صحیح حروف امری مهمه و اجرای اون حتی در نماز واجبه. بنابراین نتیجه‌ای که شما در پایان این سطح به دست خواهید آورد اینه که تلفظ صحیح تمامی حروف رو یاد خواهید گرفت. بسیار خوب. الان میخوایم وارد مبحث مخارج حروف بشیم. به طور معمول تقریبا میشه گفت در عربی 10 حرف نسبت به زبان فارسی از مخرج متفاوتی تلفظ میشن که میخوایم به بررسی اونها بپردازیم. اولین دسته‌ای که میخوایم به اونها بپردازیم حروف ثاء، ذال و وا هست. این 3 حرف از مخرج یکسانی برخوردارن. وقتی میگیم از مخرج یکسان، خود کلمه مخرج به معنای محل خروج هست. یعنی این 3 حرف وقتی که میخوان از دهان ما تلفظ بشن از یک جایگاه به خصوصی تلفظ میشن و یک اشتراکی با همدیگه دارن که به اصطلاح به اونها حروف نوک زبانی هم میگن. و هر 3 اونها از تماس نوک زبان به دندانهای پیشین بالا که به این دندانها ثنایای بالا هم میگن تلفظ میشه. الان میخوایم به بررسی دقیق تر و تمرین مثالهای این حروف بپردازیم. این نکته رو باید دقت داشته باشیم که حروف یک نام دارند و یک صدا دارند. حرفی که الان میخوایم بررسی کنیم حرف ثاء هست. اسم این حرف ثاء هست، ولی تلفظش و صدایی که به گوش میرسه از تلفظ این حرف چطور هست رو الان میخوایم یاد بگیریم. این حرف در زبان فارسی به صورت سین تلفظ میشه، اما در عربی از تماس نوک زبان با دندانهای پیشین بالا همراه با عبور هوا از بین زبان و دندانها به صورت کم حجم و ظریف تلفظ میشه. ضمناً توجه بشه که شدت تماس زبان و دندان نباید انقدر زیاد بشه که مانع از جریان هوا بشه. خب برای اینکه موضوع واضح تر بشه میایم یک تمرین رو با هم دیگه انجام میدیم. مثلا در کلمه اسمون اینجا حرف سین وجود داره و من به صورت خیلی عادی همونطور که در فارسی صحبت میکنم تلفظش میکنم، ولی کلمه اسمون همونطور که شنیدید دارای حرف ثاء هست و به هنگام تلفظ این حرف من نوک زبانم رو با دندانهای پیشین بالا همراه با عبور هوا از بین زبان و دندانهام به صورت کم حجم و ظریف تلفظش کردم. لذا گفتم اسمون. حالا اگر بخوام هر دوی این دوتا کلمه رو به صورت یکسان تلفظش بکنم، یعنی هم کلمه اول رو و هم کلمه دوم رو به صورت فارسی تلفظش بکنم، هر دو رو باید بگم اسمون. و اینجا مشکلی که پیش میاد اینه که کلمه اول که با حرف سین نوشته شده بود به معنای نام هست یا همون اسم خودمون،
اما کلمه دوم به معنای گناه هست. حالا در نظر بگیرید که ثاء کلمه دوم رو من با حرف سین بخوام تلفظ بکنم، خب معنا تغییر میکنه. همینطور در کلمه یلبسون اینجا سین وجود داشت و شنیدید که چطور تلفظ میشه، اما در کلمه یلبثون اینجا حرف ثاء وجود داره و باید به همون شیوهی که توضیح داده شد تلفظ بشه. حالا اگر ما در کلمه دوم به جای اینکه حرف ثاء رو به همین صورتی که یاد گرفتیم تلفظ نکنیم، شبیه میشه به کلمه اول. و در کلمه اول که یلبسون باشه به معنای لباس پوشیدنه، اما یلبثون که دومین کلمه باشه به معنای درنگ کردنه. و اگر من بخوام کلمه دوم رو مثل کلمه اول تلفظ بکنم، باعث میشه که معنا اینجا تغییر بکنه و اشتباه صورت بگیره. بسیار خوب. الان میخوایم چند کلمه رو که دارای حرف ثاء هستن با هم دیگه تمرین بکنیم و ببینیم چطور تلفظ میشن. مثواکم، مثلهم، ثلاث، ثم، ثلاثون. بسیار خوب. پس ما تا الان از حروفی که معروف به حروف نوک زبانی بودند اولین حرف که حرف ثاء باشه رو به صورت کامل یاد گرفتیم که چطور تلفظ میشه. پس حرف ثاء حرفیه که از تماس نوک زبان با دندانهای پیشین بالا همراه با عبور هوا از بین زبان و دندانها به صورت کم حجم و ظریف تلفظ میشه. اما دو حرف دیگه که حرف ذال و وا باشه که شامل همین دسته حروف نوک زبانی هستند رو انشاءالله در جلسات آینده به صورت کامل در موردشون صحبت خواهیم کرد و اونها رو مطرح میکنیم. پس این جلسه رو خیلی خوب تمرین بکنید و اگر نیازه این جلسه رو یک مرتبه دیگه نگاه بکنید و مطالبش رو مرور بکنید و خیلی با دقت اونها رو اجرا بکنید. و همونطور که ابتدای این جلسه گفتم بحث مخارج حروف از اهمیت بالایی برخورداره، چون ممکنه که با تلفظ اشتباه معنا تغییر بکنه. پس مواردی که گفته میشه رو خیلی خوب به ذهن بسپارید و اونها رو تمرین کنید و انشاءالله که بتونید بحث مخارج حروف رو به صورت کامل پشت سر بذارید. همه شما رو تا جلسه بعد به خدای بزرگ میسپارم. خدایا رو نگهدار.